دوستان درخواست کرده بودن چند تا تمرین ساده که تو ویدیو قبلی هم داشتیم، تو این ویدیو هم ادامه‌اش میزنیم برای تقویت انگشتا، برای گرم کردن انگشتا. تو اون ویدیو هم توضیح دادم این چیزایی که میگم اساتید دیگه هم توضیح دادن خیلی بهتر و شیواتر. حالا من به نوبه خودم چون دوستان درخواست کردن تازه کردم و میگم خدمتتون، وگرنه واقعا هیچ گونه ادعای پشت هیچ کدوم از این فیلم‌ها وجود نداره. میتونیم یه گامی رو انتخاب کنیم که حالا چون تو همه ویدیوها گام سول ماژور رو انتخاب کردیم با علامت فادیه، تو این ویدیو هم همون انتخاب میکنیم. یه سری تمرین بزنیم برای گرم کردن و اینکه سرعت و قدرت انگشت بیشتر بشه. از سول بزنیم سول، سی، لا، دو، سی، ره. انگشت چهارم دوباره سول، سی، لا، دو، سی، ره. ذره ذره سرعت رو این بالاتر میریم. رسیم سوم ره، فا، می، سول، فا، لا، با سرعت بالاتر میریم. رسیم دوم با دو بکار، سیم اول با فا دیز، می، سول، فا، لا، سول، سی، می، سول، فا، لا، سول، سی، می، لا، سول، سی. با این علامت ها میتونیم علامت ها عوض کنیم، گام های مختلف بزنیم که دست قالب های مختلف رو یاد بگیره. رو سیم چهارم بزنیم با دو دیز، یعنی سول، سی، لا، دو دیز، سی، ره. با سی بمول، سول، سی بمول، لا، دو، سی بمول، ره، سول، سی، لا، دو، سی، ره، سول، سی، لا، دو، سی، ره، با حالتهای مختلف. این یه تمرین که رو همه سیما میتونین انجام بدین. یه تمرین دیگه هست که دست میخواد گرم شه، شروع کنین به تریل زدن. تریل با انگشت اول. سعی کنید تو آرشه عوض کردن ها نشون ندید، یعنی اینجوری نشه. از تعویض آرشه صداش معلوم نشه، ضربه نزنید، اینجوری نشه. بعد انگشت اول رو بذاریم با انگشت دوم. حالا همون انگشت اول هم میتونیم بشماریم، مثلا 10 تا آرشه. سعی کنید تو 10 تا آرشه وقتی خسته میشین تحمل کنین. دفعه بعدی مثلا 2 روز 3 روز بعد بکنین 11 تا آرشه، 12 13 تعداد آرشه رو بریم بالاتر. با انگشت دوم روی لا، انگشت دوم میذاریم با انگشت سوم تریل میزنیم. نوت دو. انگشت سوم میذاریم با انگشت چهارم. و اینکه عرض کردم تعداد آرشه ها رو سعی کنین هر دفعه برید بالا. فقط دفعه اول خیلی فشار به انگشت نیاریم. یه تمرین دیگه هم میتونیم انجام بدیم. رو سیم سوم مثلا رو هر سیمی رو سیم سوم میزنیم ره می فا سول لا سول فا می ره می فا سول لا. اینو سعی کنین مثلا 20 بار 30 بار بزنید، بعد همون جایی که هستین استاپ کنید. ببینید دستتون ناخودآگاه سر نخورده باشه بیاد جلو. ایرادی که بچه‌ها دارن مثلا از اینجا شروع میکنن، به خاطر اینکه انگشت چهارم رو میخوان رو سیم بکشن، انگشت اولی یه ذره میره جلو، دفعه بعد دوباره یکم مثلا بعد از 20 بار نگاه میکنن که به جای اینکه از می شروع شه از فا شروع میکنیم. پس با تمرین خیلی ساده بزنیم ره می فا سول لا سول فا می ره می فا سول لا سول فا می، و اینکه ذره ذره سرعت رو میتونیم ببریم بالاتر. فقط حواستون باشه، عرض کردم دقت کنید که 10 بار 15 بار 20 بار که زدین انگشتا با سر حالت خودشون با همون قالب و شکل اولیه باشن. این هم میشه چند تا تمرین ساده برای تقویت انگشت، برای گرم کردن انگشت. امیدوارم که به کارتون بیاد و بتونین ازش استفاده کنید.